به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فردوسی با عریضه مرد 33 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که اولای ماه ایول سال 2023 در کوچه جامعی مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد افت تمغه لکسوس 450 را به مبلغ 230,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته وعده داده است که مبلغش را در مدت یک ماه به پورگی میگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر با عریضه زن 38 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 25 دکمبر سال 2023 تقریبا ساعت 03:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی به مغازه خوراکواری انصار وارد شده از آنجا محصولات خوراکواری گوناگون و کامرای مشاهده‌ای را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانی شده 18,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 43 ساله ساکن نویه وخش که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است صادر کرده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه باباجان غفورов عریضه مرد 51 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که در دوام یک ماه شخصان نامعلوم از داخل جیوان آهنین خانه استقامتیش $3,000 امریکایی و 30,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را پسر نابالغ 17 ساله عریضه دهنده ساکن همانجا صادر نموده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 30 ساله ساکن نویه باباجان غفورov که پیش با ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است ماه اکتبر سال 2022 تقریبا ساعت 12:00 دقیقه از زمین‌های خواجگی دهقانی نبیف جماعت دهات یووه دو سر چوروای میده شخدار را که به مرد 51 ساله ساکن نویه مذکور تعلق داشت دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 5,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.